سلام. تا حالا شده از درون احساس کنی که سنگین هستی ولی دقیق نمیدونی چرا؟ مثلا احساس خستگی، بی‌انگیزه بودن یا حتی حسایی که ریشه‌شون معلوم نیست اما باعث میشن نتونی آرزوهاتو جذب کنی. اگه بهت بگم یه تکنیک معجزه آسا هست که فقط با گفتن 4 کلمه جادویی میتونه این سنگینی رو از قلبت و روحت پاک کنه، چی میگی؟ یه راز 800 ساله مردم هاوایی که بدون نیاز به ابزار خاص توی هر لحظه از شبانه روز میتونه تو رو به ارتعاشی برسونه که جذب معجزات و آرزوهات برات راحت بشه. امروز قرار این تکنیک طلایی رو کامل بهت یاد بدم. یه نکته طلایی فوق‌العاده هم توی آخر ویدیو میگم که اثر این تکنیک رو چند برابر میکنه. پس حتما تا آخر همراه من باش. تکنیک هوآپونوپونو چیه؟ هوآپونوپونو یعنی اصلاح یا هماهنگی. یعنی تو درونی ترین سطح وجودت، اشتباهاتت، سنگینی‌ها و خاطرات ناخودآگاهت رو پاک میکنی. این تکنیک 4 کلمه ساده داره: متاسفم، لطفاً منو ببخش، سپاسگزارم، دوستت دارم. اما پشت این 4 کلمه یه جهان کامل از آگاهی، بخشش و ارتعاش بالا خوابیده. بریم تک تک اینا رو بررسی کنیم. وقتی میگی متاسفم، در واقع داری به خود برترت میگی من قبول دارم که این احساس، این انرژی، این مشکل درون من ایجاد شده، حتی اگه دلیلشو ندونم. این یعنی من مسئولم، نه مقصر. من مسئول انرژیام هستم. من آغازگر رهاییم هستم. مثلا تصور کن یه احساس ناکامی یا تکرار شکست توی روابط رو داری. به جای سرزنش دیگران میگی متاسفم که این الگو هنوز توی من هست، اما من حاضرم که اینو پاک کنم. دومیش چی بود؟ لطفاً منو ببخش. با این جمله تو از انرژی الهی یا خود برتر میخوای که تو رو برای این فرکانس‌های قدیمی ببخشه. اما نه لزوما به خاطر گناه، بلکه به خاطر بیخبری، چون خیلی از برنامه‌ریزی‌ها توی ناخودآگاه ماست. من خودم و گذشتم رو میبخشم و بخشش منو آزاد میکنه. مثلا برای یه خاطره آزاردهنده دوران کودکیت میگی لطفاً منو ببخش که هنوز اون درد رو با خودم حمل میکنم. من حاضرم رهاش کنم. سومیش این بود: سپاسگزارم. اینجاست که تو میری توی یک ارتعاش معجزه آسا، چون که با گفتن سپاسگزارم اعلام میکنی که داری شفا رو دریافت میکنی، حتی اگه هنوز ظاهراً چیزی تغییر نکرده باشه. من برای هر تغییری که در راه سپاسگزارم. همه چیز در حال بهتر شدنه. این یعنی سپاسگزارم برای فرصت پاکسازی، سپاسگزارم برای شفا، برای رشد، برای اینکه من دارم سبکتر میشم. سپاسگزارم. 4میش میگه دوستت دارم. شاید قدرتمندترین جمله توی جهان هستی همین باشه. وقتی میگی دوستت دارم، این عشق رو اول به خودت میدی، بعد به وجود، بعد به خدا، به تمام انرژیایی که نیاز به شفا دارن. عشق بالاترین فرکانس جهان هستیه. تو داری میگی من خودم رو دوست دارم. من شایسته عشق، آرامش و معجزه هستم. میتونی بگی دوستت دارم ای ذهن، ای قلب، ای خاطره، ای کودک درون. دوستت دارم. حالا بیا با هم دیگه یه تمرین ساده انجام بدیم. یه جای آروم پیدا کن
چشماتو ببند. به یک موضوع، آدم یا خاطره‌ای فکر کن که هنوز ته ذهنته و تو رو آزار میده. حالا خیلی آروم از ته دلت بگو متاسفم. لطفاً منو ببخش. سپاسگزارم. دوستت دارم. حالا باز هم تکرار کن و همزمان حس کن یه انرژی تاریک داره از بدنت خارج میشه. به جای اون نور میاد، انرژی الهی میاد، سبکی میاد. حالا نکته آخر، چطوری اثر این تکنیک رو چند برابر کنم؟ بعد از گفتن این 4 جمله دستتو روی قلبت بذار و 30 ثانیه فقط سکوت کن. توی این سکوت ذهن خاموش میشه و اتصال مستقیم به انرژی الهی برای تو اتفاق میفته. اون لحظه است که پاکسازی عمیق‌تر میشه و معجزه شکل میگیره. تکنیک هوآپونوپونو یه تمرین ساده نیست، یه راه شفاست، یک راه اتصال به خود برتر و یک مسیر واقعی برای بالا بردن ارتعاش و جذب آرزوهای خاص. تو باهاش میتونی گذشته رو پاک کنی، فضای درونت رو سبک کنی و آماده دریافت معجزه ها بشی. اگه این ویدیو برایتون مفید بود و دوست داری تکنیک‌های بیشتری برای جذب، پاکسازی و ساختن زندگی معجزه‌وار یاد بگیری، حتما کانال منو سابسکرایب کن، لایک یادت نره و توی کامنت ها برام بنویس من آماده‌ام برای پاکسازی و معجزه. اگه تمرینات و اطلاعات بیشتری میخوای حتما عضو کانال تلگرام شو، لینکش توی توضیحات هست. زندگی جادویی از درون تو شروع میشه. کافیه خودتو رها کنی و بگی متاسفم. لطفاً منو ببخش. سپاسگزارم. دوستت دارم.